من بلادیمیریم. 104 سالم و توی پاریس به دنیا اومدم. همه چی از یه بار کوچیک توی پاریس شروع شد. اون روزا فرناند پتیو خالق من یه ایده داشت. چی میشه اگه ودکا و آب گوجه رو ترکیب کنم؟ نتیجهش من شدم. ولی تا 20 سالگی همه منو به اسم باکت آف بلاد یا همون سطل خون صدا می‌زدن. 20 سال بعد با فرناند به نیویورک مهاجرت کردیم. اونجا توی بار کینکول مشغول به کار شدیم. شلوغی نیویورک و حال و هوای دهه 40 یه حس تازه بهم داد و فرناند مثل یه پدر شخصیت منو کامل کرد. نمک، فلفل، لیمو، سس ورچستر و هر چیزی که برای بلوغ و پیچیدگی نیاز داشتم و بهم اضافه کرد. دیگه من یه نوشیدنی ساده گوجه‌ای نبودم. حالا من یه طعم پیچیده و جذاب با یه شخصیت خاص داشتم. تازه یه اسم جدیدم پیدا کردم، بلادیمیری. ولی بذار یه چیز صادقانه بهت بگم، خود فرناندم فکرشو نمیکرد که من یه روز بشم یکی از محبوب ترین نوشیدنی‌های دنیا. از پاریس گرفته تا نیویورک، از هتل‌های لوکس تا خونه‌های کوچیک، همه منو میشناسن. من فقط یه لیوان نوشیدنی نیستم، من شریک لحظاتم. از صبحایی که به انگیزه نیاز داری تا شب‌هایی که دنبال آرامشی. یه بار امتحانم کن، شاید قصه من بخشی از خاطرات تو بشه. با تشکر، بلادیمیری.